اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من همه عزیزانی که گرداگرد این سن ایستادن عرض ادب دارم. اگر احیانا پشتم به سمت این بزرگواران بود اساءه ادب نباشه. خب همونطور که مستحضرید ما درگیر یک جنگ تحمیلی ناجوان مردانه هستیم و تا اینجای کار به حول و قوه الهی همه تحلیلگران نظامی و امنیتی و سیاسی انگوش به دهان موندن و اینو من نه برای خوشایند خودمون بخوام بگم، این عین واقعیت. اگر فقط اینو بدونید 5-6 روز اینا الان زمین و آسمون رو به هم دوختن که آتش بس بگیرن و کسانی که برنامهشون تجزیه ایران بود و پلن‌های مختلف و نقشه‌های مختلف داشتن هرگز به این سادگی کوتاه نمی‌آمدن. چندین برنامه بود. اول اینکه مردم بریزن تو خیابون، از اونجا که تو جنگ 12 روزه نقش رهبر شهید انقلاب تو مدیریت دستگاه نظامی خیلی مشخص بود. اینا گفتن این بار اول نخ تسبیح رو میزنیم و دستگاه نظامی از هم میپاشه، کلپس میکنه و این مثل دومینو انتقال پیدا میکنه به پایین. خب این اتفاق نیفتاد. دو مردم میان کف خیابون. اینم برعکسش شد، یعنی مردم اومدن کف خیابون اونتا دقیقاً برعکس و برخلاف میل و خواسته های اونها. سوم قرار بود جریان‌هایی رو از غرب کشور وارد بکنن، گروه تجزیه طلب رو. حتی کماندوهای آمریکایی هم در کردستان عراق مستقر شده. این که ما اوایل جنگ خیلی اونجا رو هدف قرار میدادیم برای اینکه در نطفه مسئله رو خفه کنیم، اجازه ندیم جدی بشه. و اونا هم پیغام پسخان فرستادن اصلا ما اجازه نخواهیم داد از خاک اونجا استفاده بشه و چه و چه و چه. آمریکایی هم اونجا زیاد تلفات دادن، اینا صداشونو در نمیارن. برنامه دیگه این بود که این تاباوری رو این کشور نداره و خسته میشن و اتفاقاتی که توی 17-18 دی افتاد و میایم رقم میزنیم دوباره، که تا الان دقیقاً عکسش اتفاق افتاده. یک کلام بخوام به شما بگم، هر آنچه برنامه ریزی کردن برای اینکه از این جنگ آورده داشته باشن دقیقاً عکسش شد. دی آخرین امید اینا این بود که حالا که رهبرشون رو از میان برداشتیم یک رهبری مطابق میل ما سر کار بیاد. دقیقاً اتفاقی که تو ونزوئلا اینا رقم زدن، گفتن آقا رئیس حکومت رو دزدیدن بردن، گروگان گرفتن بردن، کسی که سر کار اومده اهل مذاکره باهاشون رو میگه من اصلا کوتاه میام هرچی شما بگید و رسما نفت ونزوئلا الان دست امریکایی‌هاست. خب این هم که دقیقاً باز عکسش اتفاق افتاد. یعنی ببینید اگر برنامه ریزی میکردی، ببینید دقت کنید، برنامه ریزی میکردی آتش زیر خاکستر ایرانی ها رو بیدار بکنی، اون شیر خفته تمدن چند هزار ساله ایرانی ها رو بیدار کنی، به خدا باید همین کار میکردی. یعنی دقیقاً همین برنامه ریزی. ما بابت استفاده از تنگ هرمز همیشه یه ملاحظاتی داشتیم. امروز همه دارن میگن در طی این سالها چرا این کارو نکرده بودیم؟ اینا رو ما رو تحریم میکردن، هر کشوری که ما رو تحریم کرده خب ما هم کشتیشو راه نمیدادیم. چقدر ساده بوده این مسئله، این چیز سختی نبوده. مگر الان برخی از این کشورها، مگر اتحادیه اروپا، مگر آمریکا سپاه رو تروریستی اعلام نکردن؟ خب شما میگه تروریست دیگه، باش، تک تک اون کشورهایی که سپاه تروریستی اعلام نکردن از این تنگرک نخواهند شد، چون این تنگران دست سپاه. خودتون دارید میگید تروریستیه دیگه. این عین منطقه، عین خود منطقه. میگه شما تروریستید، باشه، تروریست که شماهایی. در طول این سالا بگونین همین کشور ما رو تحریم کرده بودن، فشار اقتصادی به ما می آوردن،
ورزش ما رو تحریم میکردن، هزار بلا سرمون میآوردن. مگه همین کارا رو آمریکا نمیکرد؟ مگه روسیه رو از جام جهانی حذف نکرد؟ بعد چرا ما از این ابزار استفاده نمیکنیم؟ چون یه ملاحظات و یه ترسی داشتیم. خدا میخواست بابا این ترس ما بریزه. بعدیم عجب بیا الان اتفاق افتاده، کار به یه جا رسید که مجبوره بیا دروغ ببافه. من همین دیشب که اینا میگفتن آقا ما بمبارانی در جزیره خارک انجام دادیم که دیگه اون سرش ناپیدا. یا خوب شما بدونید همین چند وقت قبلش، تا چند وقت قبل امارات پررو شده بود. یادتونه راجع به 3 جزیره اراجیف میگفت؟ خب برای الان آیا جرأت میکنه همچین کاری رو بکنم که حرفی رو حتی بزنه؟ اصلا الان باید جزء شروط ما باشه. جزء شروط ما راجع به تک تک کشورها ایناست. آمریکا باید این کارو بکنه، نمیدونم استرالیا باید این کارو بکنه، همین کشورها حاشیه خلیج فارس، برای هر کدوم باید الان ما یه متنی آماده داشته باشیم و باید این اتفاق بیفته کما که دارن میفته. مخصوصا مثلا در مورد امارات این که اصلا باید بیاد مکتوب بنویسه و قبول بکنه که دیگه هیچ ادعایی راجع به یک وجب و 1 سانتی 1 میلیمتر از خاک ما رو نخواهد داشت. این مطالبات ریشه‌ای و راهبردی سالهای ما بوده که همیشه توی این روابط دیپلماتیک مزخرف گیر می‌افتاد. از طرفی مردم دنیا هم امروز ایران رو محق میدونن برای این. میگن این وسط مذاکره بود. 2 مرتبه شما به میز مذاکره موشک زدید. همزمان رأس قدرت در کشور که نه فقط یه رهبر سیاسی بلکه یک جایگاه معنوی و مذهبی برای نزدیک 300 میلیون شیعه 400 میلیون شیعه تو دنیا داشته، شما هدف قرار دادی. دخترکان ما رو در مینا به خاک و خون کشیدی. چه مذاکره‌ای؟ مردم دنیا میگن مقصر اینا. با نفت رفته بالا، مقصر که آمریکا. کدوم آتش بس؟ حالا ما خیلی شروط داریم. بعد از این ایرانی که بعد از این جنگ شما خواهید دید، ایرانی است که تمام معادلات خاورمیانه رو دیگه او تعیین خواهد کرد. این نه یه خیال، یک توهم، عین واقعیت. الان کدوم یکی از اینا جرأت میکنن دیگه جلوی ایران بایستن؟ ویترین پوشالی دبی یه شبه ریخت. این عین واقعیت. شما همین دیشب من یک کلیپی یکی از امریکایی‌ها، گردشگر امریکایی از دبی گرفته بود منتشر کرده، من گذاشتم تو کانال خودم. ایشون میگه شهر ارواحه. قشنگ با گوشیش میگه فقط 1 نفر تو ساحل دارم میبینم، فقط 1 نفر. این شوخی نیست. الان ترکیه چرا غلاف کرده؟ میونه اونم عضوی از ناتوه. برای اینکه میدونه بابا این کل بیس و دار و ندارشون به گردشگری بنده، به املاک بنده. سرمایه گذاری در حوزه املاک و گردشگری به یه ترقه بنده. جایی که توش خطر نظامی باشه، بدیهی اولین حوزه‌های سرمایه گذاری که آسیب میبینه همین جاهاست. من چند سال، حداقل 2 ساله به دوستان هر کسی میبینم تو کانالم بارها گذاشتم، گفتم آقا اگر احیانا سرمایه گذاری کردید تو ترکیه، تو امارات، بیرون بکشید. برای که برای من یقینی است ما با اینا وارد جنگ خواهیم شد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. و وارد جنگ هم بشیم چون تشدید شونده است و اینها بخشی از ابزار قدرت ما رو خواستن از دستمون در بیارن، مثل سوریه. ما مجبوریم بخش‌های دیگه‌ای رو، کارت‌های جدیدی رو چیکار بکنیم؟ فعال بکنیم. کما که تو پیام رهبر انقلاب هم همین بود که اگه لازم بشه بخش‌های دیگه‌ای که اصلا شماها بهش توجه نکردید فعال خواهد شد. الان هم برنامه‌شون فقط همینه، اینو بدونید. نمیتونن این جنگو ادامه بدن، نمیتونن تشدیدش کنن.
تشدیدش کنن. چرا؟ به خاطر اینکه تشدید کنن ما هم تشدید میکنیم. ما الان هر چیز زدیم قابل بازگشته، یعنی تنگه هرمز رو بستیم مال باز میکنیم. بستیم که ببین اینا عمدیه ها. ببین ایران مثلا اجازه میده یک کشتی ترکیه‌ای رد شه، یک کشتی چینی رد شه، 2 تا هندی رد شن، بقیه رو میزنه. این چرا؟ هدف چیه؟ میخواد بگه این نیست که من بسته باشم، نه مدیریتش دستمه. همین الان کشتی داره رد میشه، کشتی خود ایران داره رد میشه. یعنی ما اجازه بدیم یک کشتی رد میشه، اجازه ندیم رد نمیشه و تمام شد. برای همین هم نگاه کنید مثلا دیشب این همه کار تبلیغاتی که ترامپ گفت بمبارانی ما انجام دادیم که در تاریخ خاورمیانه تا حالا انجام نشده بوده. برای کجا؟ بر جزیره خارک. من استعلام کردم گفتن اصلا به زیرساخت‌های نفتی دست نزدن، چون جرئت نمی‌کنه این کارو بکنه. چون اگر این کارو بکنه ما تا الان زیرساخت‌های نفتی رو نزدیم، اگه بزنیم دیگه اصلا تا 2-3 سال تو شرایط صلح طول میکشه اینا اصلاح بشه، اینا درست بشه. تو شرایط جنگی که اصلا هیچی. عملا یعنی نفت $200 $300 دنیا مگه میمونه با نفت $200 $300؟ هیچ کسی همچین چیزی رو نمیپذیره. من بخوام خلاصش بکنم اینجوری میگم جان، راجع به عربستان و سعودی خوبه بدونید 85-90% نفت عربستان و سعودی زیر پای شیعیان 12 امامیه. تو منطقه استان الشرقیه عربستان که از قبل همون بخشی که این جزیره بحرین بهش میچسبیده، بهش میگفتن بحرین کبرا. استانهای شهرهای القطیف، احسا، اینها شیعه 12 امامیان، سال هاست، دهه هاست تحت ظلم و ستمن. رهبرشون شیخ نمر رو گردن زدن، فیلمش هست که طرف با شمشیر تو قرن 21 با شمشیر گردن میزنه، بعد این قباش هم این میگیره میکشه عقب که وقت خون مثلا به لباسش نچکه. اینا سالهای سال تحقیر شدن، سالهای سال سرکوب شدن. اگر بنابرای اون شما بدونید عراق با عربستان 400-500 کیلومتر حداقل مرز داره. کارشناس سعودی اومد تو تلویزیونشون گفت نه الان تا 50 سال دیگه هم همینه. بدونید او آدم عاقل و واقع بینی بود. ببینید چی گفت؟ گفتش که تا 50 سال بدونید همین عراقی ها ایران لازم نیست. عراقی هم یعنی همین 8 شعبی با اوبر اسنپ با اوبر کل عربستان رو میگیره. این واقعیته. شما خوبه بدونید 52% جمعیت عربستان سعودی مهاجرن، مثل همین امارات که یه شب در رفتن. اینا رو فقط آوردن برای اینکه غلبه جمعیتی داشته باشن. جمعیتی نداره عربستان. جمعیت عربستان کلا 17-18 میلیونه. از این 17-18 میلیون حداقل 7-8 میلیون شیعه‌ان. حالا فکر کنید پای 8 شعبی هم اینا فکر می‌کنن بجنگن. اینا سالها پول دادن که آمریکا بیاد عوضشون بجنگه. آمریکا خودش نمیتونه الان دفاع کنه. چه اتفاقی میفته؟ اینا ناخواسته خودشون دارن مقدمات ظهور فراهم میکنن. من همیشه برام سوال بود چجوری حضرت ولی از تکیه میده به خونه کعبه و کسی کاری نداره؟ انگار قبلش این مکه فتح شده، انگار قبلش یک اتفاقاتی اونجا افتاده. شما همین الان نگاه بکنید این یمنی ها تا شهر مکه 400-500 کیلومتر رو زمین فاصله دارن. این 400-500 کیلومترش باز در جنوب عربستان یا شمال یمن نزدیک 150-200 کیلومترش بازم شیعیان 4 امامی 6 امامی هن. یعنی باز هم تو مرزهای شیعه است. اصلا انگار یک دست پنهانی این شیعیان رو میبرده تو نقاط استراتژی که مهم آخر زمانی اسکان میداده. این خیلی عجیبه. اینا متوجه، اینا نه که متوجه نباشن، استراتژیستاشون میفهمن. همینا رو میگفتن با ایران نباید وارد جنگ شی. منتها نگاه اونا چی بود؟ میگفتن ایران افتاده تو ضعف. ایران صبر استراتژیکش دیگه زیاد شده، هی پاسخ نمیده، آرام آرام داریم مزمحلش میکنیم. این اتفاقاتی که تو داخل افتاد یه امیدی داد به اونا، گفت ممکنه یه خبری بشه. الان هم تمام امیدشون دوباره همینه. گفتن نمیتونیم جنگو ادامه بدیم، نمیتونیم تشدیدش کنیم، فقط باید الکی ترامپ میاد برای خوش دستاوردسازی میکنه. باید مردم یه جوری دیگه بیام تو خیال. کل برنامه‌اش برام چهارشنبه سوریه این چیزا احتمالاً باشه. دوباره این معلول ذهنی برداره مثلا فراخوان بده و نمیدونم از این حرف که اونم پاسخشو خواهد گرفت.
یعنی تردید نکن، این مردم نشون دادن، از نظر من کسی نیستم خوب، اما نظر شخصی خودم که میتونم بدم، من معتقدم این مردم نشون دادن همون امتی هستن که ظهور رو رقم میزنن انشاءالله. در پایانم هم به ترامپی که امروز میگفت من ال کردم که از این بچه‌ها پیام گذاشته، میگفت بابا 2 تا ساختمون بود لب دریا، ما میرفتیم اونجا استراحت، همونجا رو انقدر بم سرش ریخته خدا لعنتت کنه، اونجا هم دیگه نمیتونیم بریم استراحت. همین یعنی جایی بوده میرفتن، گفت جمعه میرفتیم اونجا. یه جوری داره دستاوردسازی می‌کنه. چرا؟ چون داره آماده میکنه ذهنا رو که از توی جنگ بکشه بیرون یا اعلام پیروزی کنه. خب باشه تو برو اعلام پیروزی کن، واسه خودت بکن. ما دیگه این تنگ هرمز رو ول نمی‌کنیم. ما تازه فهمیدیم الان چی به چیه. ببینید الان استرالیا که صبح تا شب تو سیستم ایناست دیگه. امروز اعلام کرده گفته تا 14 روز دیگه بیشتر بنزین ندارم. بنزین اون وارداتی از پالایشگاه چین بود. چین نفت میگرفت تو پالایشگاهش تبدیل به بنزین می‌کردن. بنزین هم شهرشون خاموش خواهد شد. بعد اونا که اینا همپیمانای آمریکان. در پایانم خطاب به اینا میگیم پاسخ ایران سرب داغ و یک پاسخ توانمندانه و مردانه. الله اکبر. شیر خفته ایرانی بیدار شده. اون ژن هخامنشی و خون حسینی در هم آمیخته شده. خب و تومار شما رو به اذن الله برخواهد چید. بله ما همون قومی هستیم که از دست ما برمی اومد اینا رو جمعشون کنیم. این قوم نجس بردهدار در طول تاریخ رو ما پوزشون رو به خاک خواهیم مالید و این افتخار نصیب ما خواهد بود و تا ابد بر تارک آسمان این ستاره بخت و اقبال و شجاعت و شرافت خواهد درخشید. الله اکبر. الله اکبر. در پایان من کسی نیستم بخوام از شما تشکر کنم. شما دارید وظیفه دینی و ملیتون انجام میدید. هممون همینیم. کسی نباید کسی تشکر کنه. اما از اینکه با شما هموطنم افتخار میکنم. از اینکه نفس میکشم در اتمسفری که شماها نفس کشیدید افتخار میکنم و اگر قرار بود یه روزی انتخاب کنم کدام برهه تاریخ و در کدام جغرافیا به دنیا بیام حتما همینجا رو انتخاب میکردم. سلامتی خودتون، رهبرمون، انشالله این پرچم به دستان مبارک حضرت ولی عصر برسه. صلواتی نت بفرمایید.